خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در نشر نوبتی برنامه میلیتیا خبر میدهد ثبت‌های ویدیویی از محل صدمه مرگاور آوازخوان شناخته دمیربک عالموف و برخی تفصیلات این صدمه را نشر کرد. در ویدیو دیده می شود که بر اثر صدمه ماشین دمیربک عالموف تمغه خون در رنگش سفید خیلی سخت آسیب دیده است. در گزارش پاره از بازپرسی یکی از اعضای در این صدمه زنده مانده گروه ایجادی دمیربک که ولو در بیمارستان تحت طبابت قرار دارد نیز نمایش داده می شود. او می گوید آن شب از یک شب نشینی از طرف قیروقم برمیگشتند و سرعت ماشین یگان 100 کیلومتر در یک ساعت بود ولی آن کس نوشیدگی نبودند. می گوید او این شاهد حادثه نقل کرد که صدمه وقتی به وقوع پیوست که دمیربک میخواست در تلفن موبیلیش موسیقی رو عوض کند. در همین لحظه او رسیدنش را به گردش راه نادیده مانده است و در نتیجه طور اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت و مؤلف برنامه میلیتیا خبر میدهد گفت 5 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه راننده افت تمغه خوند سروی عالموف دمیربک بوتورویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند سومغور به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته از راه ماشینگرد به قسمت شغلپوش امشفت راه و بعدا به سرای پیوسته برای ماشینگرد برآمده یک چند مراتب چپ شد. در نتیجه صدمه آوازخوان در جای حادثه به هلاکت رسیده 2 عضو گروه ایجادیش مجروح شدند. دمیربک عالموف خود همان روز 5 فوریه در زادگاهش شهر غونچی مرکز نویه دیوشتیج با کفکوبی به خاک سپریدند. پدر او باتور عالموف در مراسم دفن از مردم گردیم آمده خواست که پسرش را برای آخرت با کفکوبی گسیل کنند. بعد این التماس پدر غمزده دمیربک موج کفکوبی میدان را فرا گرفت. به این ترتیب مراسم وداع با آوازخوان آخرین بنفیس او شد و موج کفکوبی ها در بغل دمیربک راسپور آخرین سفر خود سفر آخرتش شد. این بار اول نیست که هنرمندان شناخته تاجیک در صدمه های نقلیاتی جان میدهند. سال 1979 مقدس نبی و سال 1991 نرگس مندیشوی و سال 2020 بهرام غفوری بر اثر صدمه جان خود را از دست داده هواداران خود را غرق ماتم کردند.